چه قسم آدم هست؟ آدم های اهل نیستن که اینا توی زندان هستن دیگه. اگه اهل می بودن توی فامیل خود می بودن. حالا تکاندی وقت می تکاندی وقت بخیزیم. حالا یک کس میایه ببینه ای حالت باز من چی کنم که تو کار کنی؟ فقط این چند سالشه؟ اینجا 5 سال است که هست. 5 سال است که هست. چرا؟ شوهر خواهدشه. دوباره بگیم دارمتون چیه؟ نه یک بچه رو دوستشون دارم. حکم کار گرفتی؟ 4 سال. اسمم کریم است و تخلصم هم درد است. از ولایت بغلان هستم. دیگه جرمم همراه شوهرم پیش از نکاح شدیم. دیگه سنم هم تقریبا 20 سال است. و یک بچه را چه قسم دیدی بود؟ بازار که دیده بودم یا آمد پشت من گفتم چرا پشت ما آمدی؟ گفتم نمیخوای. بسیار عصبانی شده بودم. گفتم تو چرا تو پشت ما آمدی؟ از چیش خوشت اومد؟ از قد و اندام و از موهاش از کلش خوشم آمد. فرمات پای زیر بچه 14 ساله. ده مواد فروش. مواد فروش هم هست که هسته. کریمه نیشی 74 اینو برو اول جرم جزایی به خاطر از که قبل از نکاح زنا صورت گرفته به اون خاطر باید جزای خود ببینن. در ناحیه 10 گرفتار شده، از به اینجا حبس شده، با نامزادش فعلا انجام داده، حمل گرفته، جرم جزاییش هسته. روزانه که بیکار می باشم برش هر چیز نوشته کده میرم. نکردم بی وفایی زیر خط گرچه دور شدم. نکردم بی وفایی گرچه زیر خط دور شدم. همه چیز را تحمل کرده در گوشه زندان مظلوم شدم. کلی که داخل است، داخل پنجره اما بندیست نه؟ کل بندیست کل داخل پنجره بیرون پنجره پایواز بیرون پنجره پایواز است.
مگه اینجا سکن میگه 5 سال که در 7 سال تیتره و بسیار وضعیت خب تو در زندان بیایی مادر چیزایی رو ببینی که بیخی هوشت بره هوشت اگه سکریتی نسواری چرسی چیزایی رو ببینی مادر اینو میاره که یک کس سکر اینجا بیامد 60 ساله که دی بچه 20 ساله گفتم مادر مرسه گفتم در یک آقای پیر من گفتم تا قبل گفتم در آقای پیر ماشا من شده من میخواستم برای آقای خدا یک چی کنم که من اینا خدا موزر ما قبول میکنه نمیکنه اینجگر زنگ من آقای گوش نمیشته تو نگفتی که همین مشکل نداره تو برش نگفتی؟ کلی که خبر داد که تو یک کم میزنی خبر داشته باشه من سوال امیر بی‌ثبوت کشم چی میگم کلی که خبر داره برای این دبستش فامیلی بچیم یاری که خدا اولا نمی کاری هید نمی کردی بعد کردی که کردی یاری که کردی کلی که خبر داره خوب یاری که کلی که خبر داره حتی یک خوشش تو خبر داره یاری که خبر داره آن باشه دیگه یاری در دنیا هم بیا کلی که خبر داره اگر نه کلی خبر داره که مگه اینوی چیز است کی را تن میتم خدایم کارا کرد که تو افتادی زندان چه کار کرد؟ زنگ زد به پلیس؟ خودم بگو که یارسی میگیری بگو نمیکنی من چی میکنم من بندیت میکنم باز کاکاش گفت برو هر چی میره دست دازد گفت من تر با بیدرزادی خود نمیگیرم وقتی که دوست داشتم دیگه البته چطور کنم دیگه حالا که دوست داشته باشم دیگه این کار نمیشه گفتم خدا چطور کنم من ایران ماندم گفتم باز در ولایت بردم بسیار پشتش گشتم و من گفت که تو وایسا گفت که نامزاد گفت کار غیر قانون کردی باز با من گفت که کار غیر قانونی یعنی چی؟ کار غیر قانونی یعنی که پیش از نکاح ما بستر شده بودیم بعد از سر از این منم گرفت نامزاد ما این حال باش که فردا میگه که نکاح میکنیم در ولایت میبره پیش قاضی باش که اوجا چی میگه چی نمیگه باندی از خاطر کرد که مرا اعلام میتنه و ما دو سه مرا اعلام میته گی از پیش ما میره این مشکلی نمقه بود ما گفتم نه اعلام خب گاگ دفت سرم دیسی آمد ما در هتل بودم که سر کارم که آمد سرم چهر اول خب دیگه چی کار باید ایجا نمی آمد باین خود باید جور می آمدیم حالا فعلا خوش هستیم ما خواستم فیروز جان تو را بگویم که تو اول مادرت خانه و روان کرده بودی نامزاد رفته بودی اول؟ خواستگاری خب صحیح کل چیزا گرفتیم علتی که حالا سر ترس کردین یعنی پیش از عروسی کردن تو اینمی خیانت کردی که امی دوره نامزادی آزمایشی را میگن آزمایشی خیلی مهم امی آزمایش در طول 6 ماه یک ساله که دختر با بچه را نامزاد میشه این خواص او را میوه داره و خواص او را یا برعکس دیدی که خواص یک رو داشته باشه اون یک کار دیگه را کردین که باعثی شده که به جزا برمشون کنه پس پیش از عروسی امی بیاغلیب تو هم دختر تنها کرده فامیلا را ایجا مشکل چی نیستن؟ نه پلان نه یک در یک که جزا رو دیده امی که خودسری کرده نه چی نه؟ یعنی نگاه پیش خود دعا میکنی کاش که میره هیچ نمیدیدم همین تو یکم وقت درد دلت میگه بله چرا نه خب این چی فامیل هست دیگه این موضوع اینجاست که در افغانستان یک حکومت اسلامی است اینجا این شکر الحمدلله که اینجا مسلمان هستند همین که مثلا مرتکب فعل زنا میشد این خودش یک جرم است این که از خانه شوهر خود فرار میکنه خود سر میره این جرم است این خود جرم در اسلام این جرم پنداشته میشه دلیل چیست من همینقدر معلومات دارم فکر میکنم فرار منزل در پالوش زنا میشه
یک امرا یک کسی فرار میکنه باز میرن همی چی میشه زنا میشه که اینا باز قید مبرای سرشون. گوشه بعدی ما از حلیمه و زیاجان است. کیسش از فرار منزل از حلیمه و نگهداری غیر قانونی موصوفه. در شرایطی که ما قرار داریم یک زن بی وقت برآمدن خود به خود نشان میده که زن درستی نیست. نمیفهمن که وقتی یه دختر از خونه میزنه بیرون حتما یه مشکلی داره. کار کرده بود. تنها کاری که کرده بودم من از سر کار می اومدم باید ساعت 4 من خونه، یعنی فامیل کاملا خشن، کاملا از اجتماع دور، یعنی فامیلی که با کارد و چاقو با اینجور چیزا صحبت میکنم. از ترس از این کارا خونه نرفتم. ای از ترس مادر خود که باش که مرا مادرم دوین نکنه نزنه دو نزنه ایدم خانه مبمان. بعد از 6 روز بعد مرا استخبارات گرفت. جرم از اینه پت کردی؟ هر قدر فامیلاشان جستجو کردن نیافتن. توی زن خانه چرا پت کردی؟ پس بالای از این کارهای دیگر هم میکردی. چرا این کار؟ اینه امکان داره موضوعات بچه ها را بیاره برش، کدام قاچاق سرش بکنه. وقتی که اونجا میبره اینا دیگه به خدا معلوم که چی گپ میشه چی گپ نمیشه. منتها من گفتم یا که قاچاق میشه یعنی خرید فروش میشه خود از این، یا ای که بالاش فیل انجام میشه. نه با فروش نبود. در فروختن از این کدام گناهی فکر کنم از اونها نیست، چون مقصر خودش است. از دوزه برآمده مستقیم میرفتی خانید، یا پس دوزه میبودی میگفتی نفر از نفر دوزه کمک میخواستی که مرا ببر خانه. ما کمی از شعور و به درک به دورن، اعصاب من و اینا خراب میکنن. هر کس از راه میرسه گناه رو میندازه گردن من، ولی من از اولم بیگناه بودم. اگه شیرینی نمیخواست واسه چی الان یه زنی که موش سفید شده اینجا زندانی باشه، پسرش اونجا زندانی خودش اینجا زندانی. من اعتماد کردم. خاطر از اینا من خودم 6 روز تو رو نفروختم مال وقت استخبارات. اکرام روز به خاطر اینکه که میگن گناه تو خدا دبی داخل. خیلی سال من خود یک کم آوردم دیگه. تو نفروختم گوری آمدی خانه من خانه من تو رو گپ نمیزنم. گپ من گوش کن بچه. یک دفعه گوش کن. شما رفتین جلوی قاضی؟ من نرفتم، ولی اگه برم من میدونم همه گناه سر منه. چرا؟ چون من نرفتم خونه. چرا؟ چون من هر چقدر بگم از ترس ما بیرم. نام مصابره است فرزند غلام حضرت. جرم معلوم نیست به خاطر که ما کمان هم. تو میدونی این چه کار کرده؟ عاشق شد. عاشق پسر بسیار مقبول، بسیار قشنگ، بسیار دلچسب، بسیار دلچسب. خب دوست داشتن جرمه. همینجور که این کوچولو کسی رو دوست داشته الان اینجاست. جرمت چیست؟ چیز نه مطیق شیطانیت شده بود مرا اینجا آوردن. چه قسم دیدی شده؟ کجا دیدی شده؟ میرفتم مکتب. من که مکتب میرفتم اون رخصت میشد از دم رنگ تیر میشد. خوشگل بود که خوش کرده. این یک شوهر آینده خود انتخاب میکنه. بالای خدا یک شوهر حق دارم، باید به صلاحیت خود به انتخاب خود بگیرم. دختر صلاحیتش باید به دست خودش باشه. به نظر شما این جرمه؟ بدون جرم که یک کس جرم نکنه جنایت نکنه هیچ چیزی نمیریش و هیچ وقت اینجا نمیریش. اما این دختر یک بچه را دوست داشته. اما تو بدونی یک بچه را دوست داشته باز میخواست گوره بگیره. من دختر است صحیح و سلامت است منطقه اون بینمی جرم بینید شاید این نکاشه. به نظر شما این جرمه؟ نه به نظر قاضی جرم نیست. شاید باشه. به نظر تو این جرمه؟ نه. هیچ اجازه ندارن تا وقتی که نکاح نکنن. وقتی که نکاح شد مریمت پیدا میکنن
یکی به دیگر نزدیک شون خیلی. قاضی پرسان بکن تو چی جرم کردی؟ پسر دوست داشتم دیگه من بچه را دوست دارم میگیرم تا آخر کارش زندگی میکنم. یه آل زندان میبینین با چی اساس پر است؟ سابق قرار پر نبود. اینمی عزیز که آزادی به موقع برشان داده شده. جرم از قتل 18 سال قید دارم، 6 سال سپری کردم. اشوارم. و دلت بخواست که همچین اتفاق نمیفته؟ بیفتد، دلم میخواست. من الکی نمیگم که، راست میگم. با اونجوری مردا باید دمی رفتار. با بچه هایی بود، با زنایی بود. رفتارم خانمم داشت، بچه های کوچیکم داشت. زنا میکرد. بعد چیکار؟ با پسر من نه، با پسر غریبه. اینقدر دختری بود، با اینقدر دختر 7 ساله. اصلا کار خوبی کردم، ولی در دولت ما این جرم است. اگر خودشان دستگیر میکردن باید سنگسار میشد. وقتی که دستگیر نکردن من نخواستم که دستگیر کنن، خودم کشتمش. بس حال احساس دردم ندارم، پشیمونم نیستم، خیلی خوش هستم. به نظر تو من کار خلاف کردم، کار بدی کردم؟ نه، به نظر دیگرها معلوم میشه کار بد کردی. به خاطر از اینکه تو زندگی تا درست ساختی، به خاطر از اینکه کسی را که دوست داشتی امور را خواستی به دست بیاری، امور را به دست آوردی نخواستی. اگر تو را پدر و مادر به رضایت خودشان میداد، به کس دیگه میداد، تو از او رضایت نمیداشتی، زندگی صبور و صبور پس به طلاق سرتون به طلاق میکشید. من مثلا فیروز دیدم وقتی طرف از او که سعی میکردم بیخ من را خواهی برد، گفتم باشه نباشه اینمی باشه. نگمی دوستی را که ما کردیم دیجا بین شما یا این به نظرت خوب است که دیجا رسیم یا نه؟ یا کار بد کردیم؟ نه، به نظرم خوب نیست، کار خوبی نکردیم. خیلی پس خودت چرا اینجا آمدی که ما کار خراب کردیم؟ خودت چرا اینجا آمدی؟ چون که خودت تصمیم دادی، من را کسی دیگه تصمیم دادی. کار خوب کردی، سرنامه زندگی تو بگو جور کردی. کسی را که دوست داشتم به دست آوردم. طبعا دیگه خوب است. به نظر خودم خوب است، به نظر دیگه بد است. به خاطر ازی بد است. ولی کاملا بیگناه. ما خانم شلوهر خونه با دوست پسرش در حین خوردن ماکارونی گرفتن آوردن بیگناه. این منظری خورده باشه خانم. تو که بشینیم با هم غذا بخوریم. پسره که اومده زن همسایه‌شون کارمند پلیسه. اونم زنگ زده، اطلاع داده، اومدن دوتا رو گرفتن. اونم چی؟ موضوع پرونده چیه؟ اقدام به زنا، اینجوری نوشتنش، در حالی که اثر سفره گرفتن آوردن بیچاره. غذا میخوردیم. دستی؟ دیگه کار نمیکنی؟ خون؟ خانه خودم. ما گناهی نداریم، چرا به گناه میاره بندی نکنیم؟ خاطر چه پرکتا خالیز؟ نه، دولت زیاد است میاره ما رو بندی میکنه. شما بخیر آمدید. بر جرم که شما را گیر کرده بودن، گرفتار کرده بودن، باز در راپورتان دکتر چی نوشته کرد؟ در راپور دکتر صحیح نوشته کرده بوده دیگه. چی نوشته کرده؟ پاک است، منفی است. منفی است، پاک است. من دختر است، صحیح و سلامت است، من تو اون بین نمیتونم بندی، شاید این کاشه. خوشگل هست، خوشتیپ هست، آقا هست، پولدار هست، درک داره، شعور داره، میدونه سر من چی اومده.
باسواد هست، همه چی داره. خلاصه جونم، ایمانم، زندگیم برابر با اینه. اگه اینو از دست بدم خودم هم از دست رفتم. الله بچه خودم خوبش است. مهم چقدر خوبش بود پالیپش بود؟ دلش میخواست نه میخواد. میخواست نداریم میخواد. با بچه این؟ آره. سرش بندی شدم، در این زندان آمدم، نمیفهمی. بچه امام در سر زندان در سر زمین بندی شد. نشد؟ میگه به این خاطر میخوام این با پسر من عروسی کنه، چرا که من به خاطر این زندانی شدم، پسرم زندانی شده، حیثیتم به باد رفته، آبروم به باد رفته. فقط دلیلش همینه. دلیل قاطع کننده نیست. بعد به منم کار نداره، اصلا کار نداره، اصلا که خرج من از کجا میاد، مخارج من از کجا میاد، آیا من از زندگیم راضی هستم، آیا نیستم، آیا من بچه اینو دوست دارم، ندارم، اینا واسش فرق نمیکنه. فقط یه چیز واسش مهمه، چرا اینا به خاطر من زندانی شدن، من با پسر این عروسی کنم، تمام. دوستش داره نی؟ ما امروز هم با موافقت رسیدیم که درست است گفتم. چی خوبی داره که شما رو وادار ساخته که امروز عروسی کنید؟ کدام خوبی ندارم، تو بود که این در خانه ما که در آمد همین گپ سر ما و شما قوان هستیم که یک صلاح کرد که ما تو را بگیرم. ما مجبور شدیم که ما ایده گفتیم که ما تو را میگیریم. امو که یک چند دقیقه برای ما قصه کرد که ما کدام شخص بی پرده ما نیستم، نگاه ما نیستم، به می خاطر مرم گپ و سخنش خوشم آمد. به من خاطر من گفتم بگیریم. به خاطر که یا اگه میخواستن عروسی کنن یا آمدن به محکمه یا فامیل خود روان میکردی بچه به فامیل از به خواستگاری. میگه طلاق گرفته. اگه طلاق داده باشه میتونه از رای ازی که این فامیل خود باید روان میکرد به خواستگاری خانه از اون. میکنی که امی امرای بچه تو عروسی کنه، امی خوشبخت میشه، با آرزوش میرسه. بچه تو میتونه این رو تامین کنه از لحاظ مالی، از لحاظ جانی، از هر نظری بچه تو رو نگاه کنه میتونه این سالش جو کنه. 10,000 روپیه ماش از دیگه بس. ببین تناز، یه آدمی هستم که تو جیبم پول پر نباشه دلم جمع نیست. حقوق این چنده؟ 180,000 140,000 تومان. لباس شیک میخوام، خونه شیک میخوام، ماشین نمیخوام ازش، رفتار خوب میخوام. حداقل خیلی کم روزی 20-25,000 تومان تو جیبم باشه. روزی نه، هفته ای. تو فکر کن 2,000 تومان نمیتونه بده، 20-25,000 تومان چجوری بده؟ چرا یک دختر خانه رو برش نکاح کردن نمیگیری؟ این سوالی را جواب بده. من میره دوست دارم. اصلا میدونی ضرب مثلا شنیدی میگه نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه، این میخواد نه چک بزنه نه چونه نه قرونش مصرف بشه، دختر مردم ببر تو خونه. این من حرف دلشو واسط بگم. بچه یه حلقه طلایی میارن دستم میکنن، یه 60-70 هزار تومان قیمت داره. خب یه زنجیر ریزه میارن گردنم میکنن، یه لباس سبز نکام تنم، خلاص بیا بریم تو خونه. عروسی کردی؟ عروسی کردم. یه خرج داره، مخارج داره؟ نداره نه؟ اگه برن یه دختر خونه رو خواستگاری کنن 100% یه 13-14 میلیون تومان مهر میذارن واسش، یه 2-3 میلیون تومان شیرباه میذارن واسش، یه 10 میلیون تومان خرج مخارج عروسی و تالار و طلا و نمیدونم دیگه میذارن واسش. میدونی بیچاره میشه. دلیل واضح‌تر چیه؟ که من این شرایط اینو قبول کنم. چرا من بیوه دل نداره؟ بیوه آرزو نداره؟ ما در سنوی بسیار ما سنوداری خوب تیر کردیم. امسال 8 سال شده که سنوی ما هستم. این فامیل دیگه تشتو میکنی؟ فامیل دیگه مخواهد دیگه چی؟ زنت تا؟ مخواهد دیگه متواضع. او چی میگن؟ چیز نمیگه، او هم رضایت دارم. رضایت دارم؟ اولین زن است که رضایت داره بالای شوهرش دیگه زن کنن. راستی؟ رضایت داره؟ آه رضایت دارم. خود رضایت داری که شوهر بالای دیگه زن کنه؟ به نظرت
علیما یه کار غیر قانون کرده. آره. اما خودت که آدم کشتی. آدم کشیم جرمم هم قبول دارم. الان باید من تو زندان بشینم، بعداً بیرون شدم از اینجا این کار دیگر نکنم. تو فکر میکنی تقصیر خودشه اینجا؟ آره دیگه تقصیر بابام هست، از بابا بزرگم هست، خود تقصیر خودش هست. الکی از خانه بیرون شده، جا نیافته، با پسر دیده این ورداشته تو خانه برده، بعدش کار تمام دیگه چیکاری؟ گناه چی؟ کاری که کردم کار بدر رو باش نکردم، سر همین بار میگه حرف تمام شد. اگر میخواست که اونجوری عالم بکنه خیلی کیف میگرد بعداً رست. جواب نسیمه در مورد من اشتباه میکنه. اینو 100% بهش میگم نسیمه در مورد من اشتباه میکنه. من با پسر این رابطه قبلی نداشتم، مجبور شدم رفتم خونه این. از اولم گفتم نمیگیرم، آخرم گفتم. گفته که برادرت باشه، باز چرا بوسیری از لبایت؟ ایره دروغ نگو. صحیح چیزی که قانون دین اسلام در سر تو دروغ نگو. او زن پیچه سفید است. تمام. با یه بوسه هیچ چیز از من کم نشده. بارم بهش گفتم من تو رو برادر گفته بودم، ولی تو اون روز جلو زنت این کارو کردی. اشک زن خداوکیلی زنش گریه کرد. وقتی دید شوهرش همچین رفتاری در مقابل من کن، زنش گریه کرد. گفت ان شاءالله خدا هر دوتون رو جزا بده. خلاص شدی همشیره کالای تا جمع کو دختر تا تیار کو که نمیبری تا دیگه خلاص شدی هر دوتا چیز دولتی رو نمیبرین صرف کالای شخصی تا نمیبرین تلاشی میکنیم بزود تلاشی میکنیم ها خلاص شدیم برین دیگه زنا رو میکنی؟ زنا و گناه راجع با امان خدا بخیر بود تو ماچ کت تو ماچای او تو برو چالری هایت نبیگی او مایرا چی شد میگم من به مردم راضیم و نمیاید اجل وقتی بدی گذر اجلم ناز میباشه بانه برقد الله اسم احمد ضیا نوری است، وکیل مدافع در دفتر قانون قشتونکین و میخوایم از او در محکمه دفاع بکنیم. قضیه این است که دختر با پسر به اسم عباس رابطه دوستی داشتن که به این اساس اینا آمدن در خانه خود خواستن. فقط 3 معاینه که ازی گرفته شده در قسمت بکارتش گفته شده که بکارتش سالم است. فقط یک نظر بسیار مجهول و گنگ که دی داده شده اوی است که گفته شده که معصری معقدی که است این دخالت صورت گرفته. سوال من این است، من به صفت وکیل مدافع آیا چی گونه دخالتی؟ دخالت میتونه انواع مختلف داشته باشه که باید نظر تبعی نظر مطلق میداد. بعضی از موضوعات دیگه هم است که از نگاه فیزیولوژیکی این اگر اسهال مزمن هم اگر باشه این یک قسم حالت دخالت به خود نشان میده. اتهامی که بالایش وارد شده اتهام لواط است و در ضمن یک رابطه نامشروعی است. در این رابطه قانون اسلام وقتش که شدیدتر گفته شده. یعنی مجازات لواط، حتی لواط یک چیزی هست که قانون اسلام چیزی رو پیش بینی نکرده چون منع است. زمانی که لواط منع شد بنابراین مجازاتشان پیش بینی نشد. و در ضمن والدین از این 2 نفره والدین از این 2 نفره ما بخوایم که اینا آیا رضایت دارن با می ازدواج یا خیر. در صورتی که اگر رضایت داشته باشه اینا از ازدواج کنه بهتره.
برای سال که اگر میری برای برای که رفانه کلا کردیم بگو که برادر این رقم هست بنا که چه تو هم هست دیگه موضوع هست که کار کرده اشتباه صرف شما شد ما حتی این رو ادعا میتونم که تو حد حرمت منزل بچه تو ناحق آمده در خانه ما چرا ما اون وقت میتونستیم که رو به قتل کنیم به این خاطر زمانی که ما این کار نکردیم شما بیاین این کار رو بکنیم که پیش از اینکه عروسی شود ما استاد است وقتی که بخوایی برم ما میارم در خانم قضیه گپ میزنیم نگاه میکنم خدا داخل به وجود مرا سعی کرد. چه قسم یعنی یک ماینه از خودت گرفت؟ خب دیگه ماینه که اگر می قسمت هم ماینه کردک میگه که راپور که بعدی تو مثبت آمده چه فکر میکنی که چرا بر تو راپور مثبت روان کرده؟ تو چی دقیقا مثبت نامده دقیقا مثبت نامده گفتم مداخله حالا ما او را هیچ قبول ندارم. ناراحت نشدی؟ نه دیگه کار قانون دیگه چرا آدم ناراحت شد. ما این است که مثلا امی محفل عروسی تا به خوبی بگیره چه زارمان در دلت نمانه اقتصادشان برآورده است میتونن دستشان یواسه کشیده واسه زیر دارن که تر باشه شوکت رو برن خانه هر جوان یک قصد داره که باید عروسی کنه. من میخواستم به یک خوبی به یک دلیل عروسی شوم پدر مرا به دستش بته با لباس سفید مرا بکشه به خانهشان داخل من یک آرزو امید داشتم من انت مگم از همیش منصرف شدم من این قسم یک آرزو رسول ولی من قدر میفهمم انجینر سے سن 67 رسیده سن 67 تا میالی قدر میفهمم که آبروی مرا برد از قوم مرا برد از کاکا را برد از خیش قوم سیاه شریک مرده زنده مرا کوتاه ساخت از قوم به خودش هم آبرو نمانده در ما مردم هم نمانده از کوچاک تیر میشد خود کلی خود پیش دیدن یعنی تو پیش میتون تیر میشد که مردم همه قوم ها کدام چیزی نگه خنده نکنه سر کریمه باید ابوی ما سعی میکرد که پدر مردم من ترخاری کشید باید یک جای شاور کنیم که پدرم یک چند روز یک چند سال عافیت در خانه بشینه آدم خیر ببینه با شاور میکرد بریزای میکرد با خوشی میگفت چند دفعه خانه آله اولی آله گفت او خود اولی داشت هر چیز داشت از وطندار خواه ما خواستگار آمد نکرد اینو رفته کتی ما که نیت پند دیدیم را اینالی رسم نانا دریاج ما مردم است من بیادم دختر خوشش آوردن 5 لگر پای گرفت 5 لگر زندگی شب خوبه بچه جان خدایا قدرت نفهمیدم این نمینجا نفهمیدم و هیچ اگه میفهمیدم و کی پیروزه میموندیم نفهمیدم بچه جان او دا کلکه بلدرش مونگاقی کوتی که مونگاقی کوتی که مونگا نپوپیدو بس دالته دوی کار جور کړو دا ورته راتلله بچه خو ملامت نیست بچه ما تا گفت نمی ملامت است ما نفهمیدم که سرش یا این رقم رفاقت داره و تر هزاره و افغان بسیار فرق داره حالی دختر خو هزاره است یعنی شما هزاره خوش ندارین نه هر سړی خپل هسته
زه خو نه وم پسې تللی یما زوی خو نه و تللی پسې نور هغه خو نه و تللی پسې کنه خپله په زور یې هغه کوله کنه بچه ما را قولم خوش داره خوش اگر نداشته باشه بچه ما بخشش دیگه پیدا میکنم چرا وای زهرا همه دختر به نام پیرو شیشتم یاری دختر یک سرانوال است هغه کده بیخیه ولی موږ صبر کوو که خدای خپله هغه کړله هغه خو موږ نه ورسره کوو دا هم هغه د خیر د زوی ته به مې بله مو څه خدای ورکړي وبه یې کړمه ما خوشش دارم افغان است او غیرت داره بی ایمان خو نیست بی غیرت خو نیست هوا اجازه ورکړې وه که نه بندي شوه کریمه دا یې کار کوو که نه چې هرې خوا ته تلله هغه یې وو دا د شپې زه وګوره مونږ دا خو مې سړی ده که نه مونږ خو هغې کوټې کې څملاستلو سل وارې مې دې مور ته ویله چې ګوره اولاد یې در هغه کړ دې باید تېر کړ نه هغه کې ده ما خب مجبور شدیم که به خاطری که این بدنامی زودتر خلاص شد این در اینجا کاری به مراد کردیم گفتیم زودتر خلاص شد بدنام نشه فیروز چی بدنام؟ فیروز خب مرد است چقدر داره؟ اما خب سیاست است ما خودش چیزی نگرفتیم اینجاش هنوز ما خودش چیزی نگرفتیم اینجاش منانه در افغانی رو خودی دیگه بلد است اگر چی توی میکنم 60 تا باشه که 6 سال اگه توی ملکه مورد در هتل و با سیلک دیرولک عملی کردن چیش میشه خبر الدنه چې دا مثلا هغه غوښتي مواد غوښتي دي نه څه غوښته جامه غوښته دا خو موږ موافقه سره کړې دي سره د هغه شنو خوري کې دا موافقه وشي دا کوم بانګ ولرم یو دی خاطر ته بچه ما قلوغر بچه بود بچه بیاقل بود نفهمید چیکار نفهمید بچه بیرا بود بیاقل بود بچه این نمی کلکین خدا تیر میکرد و نمو کلکین فهمیدین خدا یک جای میکرد ما و ننش خدا او خانه خواه بودیم فهمیدین هزاره سرش خدا چی کرد نه خدا سی چلو چی چند نکولا قومی که قوم که او پیده چند نکولا بس ما پوزوی دام توان کرو سیر و جادو کولی مولی پی وکره بس لیوانه که څه د جلکیش د دومره تقاضا لري د دومره شیانو لیاقت نه لري ښه نه لري د دومره پیسو لیاقت نه لري بالکل 1 लाख نقد 1 लाख 10,000 نقد 2 लाख 10,000 2 लाख زیاتو کمش مصرف شو 4 लाख 4 लाख غریب از سوا کنه اینمی انگل داره بازی گدایی کنه دیگه ایرای خداست کل خبر ده یعنی تاسی با فقنی او دوی بجای مصرف و بجای مصرف نکوی بیا پتا من توانایی ده پما توانوی ده نمو کاگیو پیده ده بخل قومی تا نمو زمان گفتی من حوزه که صاف کرد در قضیه اینا رو میتونی جریان اصلی قضیه رو بر من ما دستگیر شدیم بعضی قسم که در قماندانی برای ما گفتن که اینا قصد فروش ما نداشتن از قضیه خبر نداشتم من که راپور ما را عروسش داده بود عروس امی صاحب خانه زیا جان عروس زیا جان خودت یک زن هستی که در مشکل قرار گرفتی و کوشش کنن فامیل هم مشکلت درک کنه و کارمند اجتماعی مفاد برش ماند که مشکلت درک کنه و همراه همکاری کنه. شکر از خودت میخوانم. چرا از شوهر طلاق گرفته؟ این از خود یک خانه منظم می داشت، اولادش همراهش می بود، شوهرش دوستش می داشت، هیچ چیز ضرورت داشته که تنها میرفت و یک مرد بیگانه با موتر سوار بشه.
قاضی میگه که اگر زن خوب میبود تا چرا طلاق میشد؟ قاضی اول گفتارش این نیست. پس جور پدر مادر نیست. من شاید فکر می‌کردم مشکل است. نه، ازش فکر می‌کنم چرا فکر می‌کنی؟ اما تو اما خلاص شعرم میگه؟ شاعر نیست، خودش شاعر جلوه میده. میخوای من یه دونه واسط بگم؟ عاشق شده ای دل غمهایت مبارک خنده نکن میخوای در پایت مبارک باد. شده بود برای دیگر هم بگویم برای تا شنیده میره تو. به نظر شجاع نیست، یه ذره ترسوه ولی مغروره. اینو واقعیت میگه. مغرور یعنی چه؟ خیلی مغروره، خیلی خودشو با جنبه فکر میکنه. نه اونجوری نیست. طرف دستی گفتم بیاین خبر بشین دیگه کار کرده چرا نامده؟ کار کرده حتما کدوم چیزی گفتین که کار کرده در غیر از کار نمی کرده دین روز مدیدم شانه نه اصلا جا میسته یعنی خط ما چوال میاوردی برای ما مکر نشید ما مکر نمیشه کوکا جان خوب من بردان چی میگم از شرط پدرم کدام شرط من مهم است خب اگر دست پدرم بره دست من نمیره خب اگر توی خرچ ندی ایواز پدر خود من میگیرم تو مسئول هستی راست میگی خودت بخون میکنم درست است ما از خود چی داشتم نفر دولت داشتم خب یک جای میشد که یک جای نه درست است درست است یعنی لباساش خوبش میپوشه لباساش ساعتی که در محکمه داخل شد چی بود وقت روزه که چیزی به نامو خبر رفتم گرفتم چطور است؟ بی غیرت بکرده بینید برابر نه تو غیرت کلاه نپوشیدی؟ نوشی جان یه چه برچه یک کلاه ناوردین چه خبر بودین خونمو رو می آوردی برا نزنه ایره خارجی میگه حق نداره بس خیلی من گفتم اما 15 هیچ کم نمیکنید؟ بله در حدود توان مرد باید باشد نه خارج از توانش به خاطر از زندگی سیاست میوش فقط سر از زندگی میوشه
باید یاد انصاف کنه. 15 لک بکنه که فامیل پدر و مادر قوم فامیلش کلش یکتن 15 لک بکنه. اصراف کنه. چیز نشد. نه یک لک چیز بکنیم قانون شرعا اجازه بده. این سر پای زیر بزنی بسته فامیل زیر بزنی 15 لک بس بود نمیشه. ما را به خاطر گفتیم رئیس به خاطر از اینکه زندگی ما خراب نشه. دیدی با خدا تکیه کو با اعتماد به نفس داشته باش. اعتماد به پیسه داری تو. اعتماد از سر کلگی پیدا کنه. نه گفت غلطه. تو اعتماد. خونه ما هیچ وقت در نمیخوایم برباد زندگی خونه اگر یکی اطمینان داره سر زندگی خود چرا قبول نمیکنه و اگر اطمینان نداره 500,000 یک چیز بده برد. بده یک 500 روپا به دستش. فیروز چه بیا کجا داره؟ علی آباد یکی است. ایوه دامان پیسه بگیم. برو دامان پیسه بگیرم. پیسه بگیرم. با بازم باغ کاکا میگه قانون جزا رو باز دوباره نکنه؟ طبعا میگه نیست ارزاد که سر خود با حضور همیچه رقم بری 15 لک چی کردی همیچه چلا بودی که ما بری میشم ناکام میشم تاوان نداده کس کی تاوان نداده کس تاوان کی؟ ایچه کجا تاوان داده؟ تاوان نیست؟ معرق است من چه خمار؟ اونم که گفتم دیگه زندگی هست مسئله زندگی هست مسئله زندگی باشه و 1000 2500 مردم این دریش میزنه برو میگه اگه میخواه گسمند خدا میانم هم گسمند دخانی آقای داره چهارشنبه پامه چی میگی؟ ما هم میگم خودت چند؟ برو خیره برو مامی برو باش نه برو مامی برو که برو ما بسیار جگر خون شدم امروز یک قد جگر خون شدم بسیار زیاد کردیم جگر خون شدم رفتیم دوتا دراز رفتیم دیگه گفتم یه عملم داشت گناه داره زنی که عامله دار باشه بسیار گناه داره چرا که ما در قرآن خواندیم اگر نمیبینی که باشی دیگه چرا قم لطکوف میکنم که نورسی هم برد میگیرم یا نه ما خو میگم باش چی میشه ما میگم بر ما تخت خواب بگی کوچ بگی چیزا بگی که من اوجا بانم میگفت ما اولی خودم مجبور بفروشم بعد کل چیز بگیرم باز ما گفتم مگه چطور کنم خیلی خدایا یعنی بالفرضم که گرفتیم زندگی ما چطور پیش میره؟ میره کمک خودت فکر کن. تو زندگی تو چی میکنی؟ بچه اونم شوید بچه است. برو. امور عرصه میگیری میری برو. محترمان ها شکر صاحب منصب است کدام به خطا نیست در جای برو کارش است. محترمانی خود کار خوب است. نیست؟ محتر یک تا کل خورات اگر گفتی اگان تا خود ما داریم
اینجا میشینی اینجا نمیشینی ببر شیرا با قرآن اگر بینی روزی اگر محب کرد تو خوبش بیافی مرا کفر که صدا کن برو یک جای تو وظیفه پیدا کن نرواری برو کار کن ما سختگیر نیستم نه سختگیر هستم نه پایگیر هستم نه گفتی اگان تو با خدا که مثل ما خاندان ما واره اگر تو پیدا کردی روی مکن هر کس بازیت میتونه روزت تیر میکنه با خدا بازیت میتونه مگر ما بازی دادن نمیتونم راستی بگم بازی نمیتونم ده عمرم دایم زندگیم اگر تو از پیش من حال تانه تربیستی بگو تو پلنالات فایشه را دوری دنیا نباش پیش روی نظرت بگو بچه ایلا بالی نیست بچه کدام به تربیه نیست بس فامیل پس نیستیم شکر از فامیل خوبش هستیم بچه مجرد بسیار چی داره بچه نارام پاکیزه میشی به خدا که زندگی تا نانت کس خور بخوره زنش خدمتگار مشه نمیشه زنش خدمتگار ما باشه و نه بگیرش بور هر سو که میری بخیر باشه خود پیسه در بانگم داره نه در زندان افتیدیم بچه‌م در زندان افتید ما شب دور خورد خانه ما کسی نیست یک نفر نیست در خانه ما این تو به نام دختر باشه در خانه ما نیست در زندان افتیدم سرم گفتی اگان کل قوم خبر شد که دختر در خانه شان آمد از خاطر ازی بندی شد تو مستاد نشیخم دلم هم نامید میشه گفتی اگان تو خانه داریم در کل مفروشمش خب دین روز محکمه رفته بودی؟ چی گفته؟ محکمه چی فیصله کرد؟ فیصله من در روز دوشنبه. فیصله نشد؟ نه. پدرت اینا آمده بود؟ آمده. امروز کسی که بندیستی و بچه در توقیف است؟ بچه در تربیت اطفال. تربیت اطفال از خود بچه؟ از 18 ساله پایین است؟ 17 ساله است. حالا تو دختر خانه است؟ دختر هستم. چیزی کرد نیست؟ او بچه رو تو دوست داری؟ او رو من دوست دارم امیر صاحب. آل فامیل از اینا میخواه که آل خواستگاری بره و زیر با بچه خود بگیره و بعد از او از اینجا خلاص میشه به خاطر از اینکه زنا نشده یه دختر خانه است هنوز صحت است دارم امیر صاحب نیم امروز فامیل بچه خانه ما رفتن که گبره بسنجن که ما را از اینجا آزاد کنن از آن تو کدام تصمیم گرفته که تو مثال خودکشی کنی؟ بله چه قسمی؟ چه قسم؟ خودم میخواستم از 3 منزله سر لینای برق پرتاین کلوچ بود. یعنی چند بار تصمیم گرفتی؟ 10 بار تصمیم گرفتم مگم خوار ما نشد سوال ما نشد. یعنی عجلت نبود دیگه؟ عجلم نبود. خودت محکمه رفتی؟ بله محکمه فامیلی رفتم. محکمه فامیلی که رفتی نکاح شدی؟ بله. باز چی گفت باز شما؟ با من دیگه چیزی نگفت گفت که نکاح شدی بعدا محکمه جزای مانو باش که محکمه جزای چه وقت تعیین میشه هنوز ماندیم تا هنوز تعیین نشده در اسم هفته آینده شاید باشه خود تو چی فکر میکنی در محکمه تو قید سرت موقع یا برات میگیری؟ نمیفهم به نظر من شاید قید برای سر قید خاطر از اینکه زنا شده میم باید حالا عامله دار هستی نکاح نشده بودی غیر قانونی است دیگه ببینیم محکمه چی سر فیصله میگیره به حساب کل بندی ها زیردستان است میفهمیم که سرشان چقدر قید میبرایم مثل جرم ما و رنج جرم پیشتان آمده اعتراض که باز محکمه او صلاحیت خود داره که چی سر تا فیصله میکنه او آدم پیش بینی کرده نمیتونه به خاطر از اینکه مختلف است سر یک زنا 15 سال قید برآمده سر یک زنا 1.5 سال برآمده در حالی که هم زناست یا هم زناست بله ما او رو گفته نمیتونیم نظر به خود محکمه است که چی فیصله میکنه یک 2 نفر دندان در
هستیم بیا خارده دادی پایز نه داد میگه خودش گوش نداده برو فقط یارسی باشه فیلم برداری کت چیزی کامل براتون نصایح بسید. زحمت رو زیاد کشید. سلام. باید تفرش بشید. Da finden nach Hause hinterher. Das soll ich was. جلسه خود رسما به نام خداوند دادگستر و توانا یعنی کریمه و فیروزنام که متهمان قضیه فعل شنی زنا می باشند و اظهار می دارد که حوالی ساعت 12 بجه شب بود که فیروزنام به اتاق خوابم داخل شد و فعل زنا را همراهم انجام داد و پرده بپرتم را ظاهر نموده و من وعده ازدواج را نموده است اما در اواخر از تصمیم خویش منصرف شدم و از ازدواج با من انکار ورزیده است و از اثر مقاربت جنسی با وی حامله شدم و فعلا 3 ماه حامله می باشم اما فیروزنام در اظهارات ضد نقیض خویش اظهار می دارد که ساعت 12 بجه شب بود که کریمه نامه در اتاق خوابم داخل شد و فعل زنا را با رضا و رغبت وی انجام دادیم. با بچه که در اونجا میفهمه رشید هست بچه کلان هست این میفهمه زمانی که بعد هم عملی را انجام میده عمل زنا جرم است درست؟ اون جرم قبل نشد رئیس بار داشتم میگه پشت ما قبل در ابتدا گفتیم که فعلا نکاح شرعی و رسمی به محکمه منعقد شده با در نظر داشتم که اینا جوان هستن میخواین از اینی گپ اما انجام فعل زنا قبل از عقد نکاح شرعی صورت به نظر ما به اجازهتان رئیس رضایتش باشه همین خواهش دارم که من نه سرفراز دارم نخوانه نه دیگه همین خواهش دارم که خب مطابق احکام قانون با در نظر داشت تعدیل ماده 427 و مواد رفعت قضایی که عبارت از مواد 144 146 قانون جزا می باشد حداقل مجازات در قوانین همین 3 ماه پیش بینی شده و ابتدای ایام نظارت توقیفی از یا 27/88 است که با تاریخ 20/10/88 مدت 3 ماه یا پوره میشه و تا اون زمان یک سلسله اجرات اداری هم داره و یکی از اهداف اساسی دین مقدس اسلام تشکیل فامیل و خانواده سالم است. به خاطر ازی که اینا رسما با هم زن و شوهر هستند بودن از یا در کنج زندان نسبت به ای که در کنج خانه باشه بهتر نیست. ای که با هم در خانه باشند تشکیل خانواده بتند و فامیل هایشان، پدرهایشان، مادرهایشان از این رنج و تکلیفی که دیدن نجات پیدا کنند و همین جوانا که سرمایه های وطن است. ما باید میایم تشکر خدا حافظ تشکر مبارک باشید. زنده باشید. فیروزه. بیا ما شدیم. وکیل صاحب بیا تکاو. خوشحالی؟ چی شد؟ بگو بهمون چی شد؟ گفت رها شدی بس دیگه قاضی صاحبا گفت شما از نکاشدگی زنده ها میشین دیگه 4 روز بعد بخیر تشکر قاضی ادام بکنه نکنه خودش قبول کرده دیگه به ما چی خودش خواسته کسی که خود میگه دیست کردی به گردن بکشی باید خودش ایره خوش کرد که خوش کرده دیگه آزاد آزارش کلش گشنگیش سیریش ورداره دیگه کریمه میگه سگو دیگه خود کدام که به نماده خودش کتمو بسازه جور بیا نوکری کنه چایش دم کنه به خود پیس بود آزار میته نمیته به من مربوط نیست به خواهش خود کرده و مجبور است که ما را پیشش نوکری کنه دیگه نوکر شد برش خلاص نسرین
نسرین قلفش چی کنی؟ کلیره کلیر نه هر چی که میکنی دروازه کلیر نبود این کار خود ماست ما صبح استاد کرد گفت بازی میشه و کلیر نبود از کجا خبر شد؟ بیا بریم نه گناه توسته تو که تا تسلیم نشدی چرا نوکری ولی رو تسلیم شدی؟ هر وقت ما تو کلیر میکنم هر وقت بس کلا و هر وقت باز گزارش نه من برات میگم هر وقت که کار میکردی گزارش هم دیگه نمونده بود این گناه ما بود در جیب از این مونده بود نه دیگه خب گناه من نبود حالا چرا گفتی خیر او از یالی خود اومده اگه نمیره دیگه کلیار دانه دانه تا تسلیم نشدی نوکری ولی تسلیم نمیشه خودت هم یعنی چیز حالا من دوشنبه اصلا قصد ندارم حاضر بشم پس فردا نیست من شاید چیزم حاضر بشه همراه هم حاضر بشه من حاضر نمیشم میکشم که بیخی تو از بین برو تا از بین رفتن هم میداشم دیوانگی نکن یک شامامود است یک شام نکنده کجایش این میگه من نمیرم من چی کنم خود من چی کردم میتونم من ای چی تقصیر شد من خواهید تو مرکت ازی شدیم در اون اتاق میره در اون اتاق میره که ما بچه از این نمیگیرم ما کی در لچ بود خبر شده از کنی لچش اینه تو کنی لچ بود دیر آورد دیگه این حال ما چی کردم میتونم خودت فکر کن کار نگم روش میگه از دیوار شکسته زن شد یه چیز کردم اونجا که ما کمکی بس اون نشناسه و قرآن خدا با طرف از میشه و طرف ما نمیشه اینم خودت هم فکر کن این نمیخواد چی میخواد چی میخواد میگه من زندان باشم ما دیگه میگم زندان خوش دارم او خوش داره تو خوش نداره ما چطور کنم باز کرد از اینکه ناظر نشه دیگه این حال مشکل از اینه سامرا صاحب که ایرا یک چیز چانس یا گپ نصیحتش که تو برس این حال میخوایم شو نوکریست ما میخوایم برش این یگان دفعه دیگه که ما خاطر جمع که ما میخوایم که در محکمه ما گپ بزنه که خود این است که به این صلاحیت بایی اساس اونا فقط شنید اینا که تصمیم میگیرن بعدم بین خود میشینن تصمیم میگیرن ما حکومت باشه هنوز ابلاغ نشد منتظر میشیم که ابلاغ شد فکر میکنی رها بشه؟ با در نظر داشته که دفاعی ما ترتیب کرده بودم من مطابق ماده 25 قانون اساسی چی خواستم برات گفتم دیگه خود دختر اعتراف کرد در جلسه گفت که تو جنجالا شد پدرش گفت که من داخل پسانه دیشه گیر کردم گپا ما چی کردم؟ قانون از 1 سال تا 15 سال بود ما 3 سال گرفتیم تابا که بودش آن رو برم مستقل بود از این بالا رو توبیش کنم دکتر تابا بسش نده ما خیش کار نکرد نفقاله خالد مذکر گیر میکنی که دخترت خود شکایت حالا شما دختر هستی؟ حکم محکمه موسقلت چون با محکمه موافق است بالاتر میکنن بس باید بکنه های حالت کرده
این یک دلیل بسیار قاطع و یک دلیل مقنع به هیئت قضایی بود و دوم اعترافات خود متهمه و اینام در ابتدای اعتراف کرده بودن که برای ما فلان اینام روابط داشتیم، چندین مراتب امرای شیر لغات انجام دادیم. امروز اعتراف کردن؟ بله بله. و سیام میشه که دلیل اساسی که یا بالفعل شب از طرف شب بالفعل یا از مو پس خانه ای که گرفتار میشه دیگه یه از اینکه دلیل قوی دیگه خود تبریک باشه ایلاسی تشکر کنم بخیر ایلاشم از برکت بفرمایید با من نرا میکنی؟ چرا نی؟ میای بخیر؟ اگر اذیت میشی مثلا حرفای زشت بزنن یا کوتک بزنن یا مثلا کدام روی خوبی با تو نکنن تو چی فکر میکنی؟ اگر این گفت من میرم خانه پدرم میرم فقط پیش همون قاضی نگاه کنیم پس پیش همون قاضی تو میخوایم نخواستی خب ما بوده پیش دستیم امروز میریم ما مرم میریم برات داد خودتا؟ نه خلاص خونمو خلاص شده برات داد با من دو کمر ببخشید خوار قرنی کلمه میگه من رها شدم نه میگه محکمه سر ما فیصله کرد گفت رها شدی تو خلاص شدی معمولا میگویم مدافع دیگه نشه که و تاریخ 20 داغانش کنه سیست تشکر یا ماشی بکنی بخیر خانه برید صفحه کنید برای کاملا تنها موندم پنداز کاملا تنها این افغانی بودنشون اجازه نمیده که من رو تو خونهشون مثل سابق را بدم یعنی اینکه من الان زندانی شدم آبرویم رفته حیثیتش یه پول شده اگه برم خونه جلوی در همسایه واسش خیلی بده اگه من برم خونه پدر مادرم تصمیم دارن سرم بی سر صدا بکنن زیرا به بهانه شوهر دادن منو میخوام خونه وقت بی سر صدا میکشنم جنازه‌مو میندازن تو چاه غیرتشون گل کرده بعدن اگر بکشنه خوب میشه فکر میکنم حالا تو موقعی چکار کنی؟ حالا هیچ دیگه ما میخوایم قاضی صاحب مرا ابرا بده اعلام کنه چون که قاضی مرا 3 سال قید داده وقتی که من از اینجا 3 سال ما پوره کنم برایم امکان داره بچه بیای خواستگاری بس امکان داره اگر نیاید کم نیست زیاد است هر کس که خواستگار آمده مونه میگه خب وکیلا رفته سر؟ وکیلا رفتن رفتن مناسب تصمیم شد گرفت که بیا بیاره نه از مسئولیت خلاص صحیح بریم بالا میریم چی؟ کورس سعادآموزی میریم از سعادآموزی باز کودکستان میریم صحیح؟ این جزا دادن این به خاطر جزا نیست این به خاطر اصلاح جامعه است و به خاطر اصلاح خود از او است این خودم کسی است که نو آمده تفلک است که مادرش نو آمده نه بازم در خانه کسی نگاه والا یا نه این به خاطر اصلاح جامعه است اگه این رها شد و در کسی میکنه مرتکب شده میره در دیگه و بعدا چی میشه اگر همه نظام جامعه خراب میشه